دوم قرن چهارم هجری مقدسی در کتاب خود برای معرفی اوس‌ها از این واژه استفاده کرده است. درباره معنای این واژه تاکنون تعابیر و معانی گوناگونی ارائه شده. ترکمن یعنی من ترک هستم. معنی ترکمن به قول حضرت مولانا فتح کرندی من ترک هستم می باشد که از خودپسندی ترکمن هاست. اینان ترک نیستن، فقط از بعضی جهات شباهت به ترک ها دارن، پس بنابراین اینها رو ترکمان یعنی مانند ترک نامیدن. دسته از ترکان مسلمان به علت تعصبی که در ترک بودن خود داشتند این اسم را برای خود برگزیدند. آنها پس از مسلمان شدن بعد از لفظ ترک کلمه من به آخران افزودند، یعنی ترکمن به معنای من ترک هستم. ترکمن یعنی ترک با ایمان در قرن هشتم دون جنگ و خونریزی اسلام را قبول می کنند و از آن پس در اثر قبول همه جانب آنها رهبران اسلام ترک ایمان نام می گذارند و بدان اسم شهرت پیدا می کنند و در اثر تخفیف کلام از ترک ایمان به ترکمان یا ترکمن خلاصه می شود. کلمه ترکمن یک اصطلاح قومی نیست بلکه اصطلاحی است سیاسی.